کاشمر اونجا اومد سالم گرفتیم و ایران به زودی با تجهیزاتی وارد میدان می شود که قدرت‌های جهانی هم به وحشت می اندازه. در این ویدیو از جدیدترین سلاح‌هایی صحبت می‌کنیم که ایران خریداری کرده و در حال آماده سازی برای استفاده در میدان نبرد است. شماره 1 کامیون‌های کاماز. شاید فکر کنید کامیون فقط یک وسیله نقلیه ساده است، ولی حقیقت اینه که کاماز به ویژه وقتی وارد عمل نظامی میشه چیزی فراتر از یک کامیونه. این کامیون ها نه تنها فقط برای جابجایی بارهای سنگین طراحی شدن، بلکه تبدیل به یکی از ارکانهای اصلی نظامی ایران شده. به گفته تحلیلگران نظامی و حدسیات، ایران به تازگی تعداد زیادی از کامیون ها رو به خدمت گرفته و دلیلش هم اینه که کاماژ در شرایط مختلف میتونه به خوبی عمل کنه. ایران با جغرافیای خاص خودش نیاز به تجهیزاتی داره که بتونه در هر شرایطی از کوهستان‌های سخت گرفته تا کویرهای داغ عمل کنه. کامیون‌های کاماز دقیقاً همین ویژگی‌ها رو دارن. کامیون‌های کاماز به طور ویژه برای حمل بارهای سنگین طراحی شده. وقتی میگیم بار سنگین، منظورم فقط یه بار سنگین معمولی نیست. تجهیزاتی مثل موشک‌های دوربرد، سامانه‌های پدافندی و حتی تجهیزات جنگ الکترونیک سنگین که باید در میدان جنگ به سرعت جابجا بشن. شماره 2 بالگرد میل 28 شکارچی زرهی ایران. اگه بخوایم درباره یه بالگرد جنگی واقعی حرف بزنیم، میل 28 دقیقاً همون چیزیه که ارتش ایران برای میدان نبرد نیاز داره. این بالگرد که به اسم شکارچی شب هم شناخته میشه، یکی از خطرناکترین بالگردهای تهاجمی جهانه که میتونه هر هدف زرهی رو از بین ببره. حالا چرا ایران داره این بالگرد رو وارد خدمت میکنه؟ خیلی ساده است. میل 28 یه هیولای واقعی توی نبردهای ضد تانکه. این بالگرد میتونه به موشک‌های ضد زره هدایت شونده، راکت‌های سنگین و تیربارهای قدرتمند مجهز بشه و دشمن رو توی هر شرایطی نابود کنه. از طرفی سیستم‌های دفاعی پیشرفته و زره مقاومش باعث میشه که توی نبردهای سخت هم دوام بیاره. تحلیلگران میگن که ورود میل 28 به ایران یه تغییر بزرگ توی استراتژی هلیکوپتری ایران ایجاد میکنه. این یعنی ایران دیگه فقط یه بالگردهای دفاعی و تراپوریای متکی نیست، بلکه حالا یه جنگنده هوایی قدرتمند برای حملات دقیق و مرگبار داره. شماره 3 خودروی زرهی اسپارتاک. فکر میکنید یه خودروی زرهی چقدر میتونه سرنوشت جنگو تغییر بده؟ ایران با خرید خودروی زرهی اسپارتاک داره یه بازی جدید رو توی معادلات نظامی شروع میکنه. اسپارتاک یه زره‌پوش مدرن و مقاوم مخصوص نبردهای پیچیده. اما چرا ایران سراغ این خودرو رفته؟ دلیلش واضحه. نبردهای مدرن دیگه فقط به سلاح‌های سنگین و موشک خلاصه نمیشن. نیروهای زمینی به تجهیزاتی نیاز دارن که هم سرعت بالا داشته باشن، هم بتونن توی هر شرایطی جون سالم به در ببرن. اسپارتاک زرهی چند لایه داره که میتونه در برابر شلیک مستقیم سلاح‌های سنگین و حتی انفجار مین‌های ضد زره مقاومت کنه. اما این فقط یه بخش کوچیک از ماجراست. این هیولا میتونه مسلح بشه، از تیربارهای سنگین گرفته تا موشک‌های ضد ذره. اسپارتاک قابلیت حمل سلاح‌های مختلف رو داره و حتی میتونه به سیستم‌های جنگ الکترونیک مجهز بشه. این یعنی یه زره‌پوش تاکتیکی که نه تنها حمل نیروها، بلکه برای اجرای عملیات تهاجمی دفاعی هم عالی عمل میکنه. ایران با خرید اسپارتاک داره ارتش زمینی خودش رو به سطح جدیدی میبره. اما سوال اصلی اینجاست، چقدر میتونه در برابر تهدیدهای مدرن مقاومت کنه؟ شماره 4 جنگنده سوخو 57 شکارچی پنهان ایران در آسمان. ایران با این جنگنده به سطح جدیدی از قدرت هوایی میرسه.
پس ایران با این خریدهای نظامی داره قدمتی بزرگ توی تقویت قدرت دفاعی خودش برمیداره. از کامیون‌های کاماز که لجستیک ایران رو متحول میکنن تا سوخو 57 که میتونه معادلات هوایی منطقه رو تغییر بده. هر کدوم از این تجهیزات یه پیام مشخص دارن. ایران داره آماده میشه برای هر سناریویی. اما یه سوال مهم باقی میمونه. آیا این خریدها میتونن موازن قدرت رو به نفع ایران تغییر بدن یا فقط یه حرکت پیشگیرانه است؟